با سلام به شما سروران گرامی. نوشته‌ای دارم در وصف گلوله هایی که امروزها به هر سوی پرواز می کنند و قلب های مظلوم و معصوم را می درند. معمولا وقتی کسی فریاد می زند، مخاطب وی بر طبق عادت شاید فریاد بزند یا شاید جواب او را با صدایی نرم بدهد و یا اصلا با سکوت خود پاسخ بدهد. در سرزمین ما نیز دولت مردان معمولا با سکوت پاسخ میدهند. اما این تمامی پاسخ آنها نیست. به جای آنها این گلوله هاست که زبان باز میکنند و پاسخ میدهند. به راستی آیا پاسخ فریاد اعتراض انسانها گلوله است؟ آن هم نه صفیر گلوله، بلکه زبان سربی آتشینان که قلب‌ها را می‌درد. او کودک و نوجوان و زن و مرد و پیر و جوان نمی‌شناسد. او دلی ندارد، فقط زبانی آهنین دارد که دریدن را آموخته است. این گلوله ها بسیاری از هموطنان ما را به کام مرگ فرستادند. دختران نازنین وطنم را، دانشجویانی را که باید آینده وطن را بسازند و حق اندیشه و اعتراض و فریاد دارند. مستمندان دردمندی را که به نان شبشان محتاجند. این گلوله ها چون صاحبانشان نه اهل بحث و همفکری اند و نه اهل گوش دادن به صدای کسی. آنها چون صاحبانشان که دندان به سوی مردم تیز کرده اند، تنها در اندیشه فرو بردن نوک تیز خود در قلب های تپنده هستند. آنها در طول چند روز صدها انسان بیگناه را در کشورمان به خاک و خون کشاندند. آنها فقط در زاهدان بیش از 100 انسان درد کشیده معترض را از پشت سر نشانه رفتند و بیش از 100 خانواده را در سوگ و ماتم نشاندند. بچه ها را یتیم، مادران را داغدار، پدران را به حال زار نشاندند. این گلوله ها با اینکه سربیند اما آنچنان هم پردل و جسور نیستند. آنها انسانهای فرودست، انسانهای محروم مناطق دور، انسانهای بی پشت و پناه را بیشتر هدف قرار میدهند. چون در سالیان گذشته تجربیات سرکوب گرایانشان به آنها چنین آموخته که صدای اقلیت‌های قومی و مذهبی آنچنان که باید در رسانه‌های ملی و جهانی انعکاسی ندارد. اما نمی‌دانستند که این بار فرق می‌کند. این بار دچار اشتباه محاسبه شدند. دیگر دست صاحبان آن گلوله ها رو شده است. این بار تمام مردم ایران دست در دست هم به حمایت از یکدیگر و محکومیت جنایات صاحبان قدرت و سالوسان شریعت پرداختند. این بار آرمان ایران برای تمام ایرانیان در شعارهای تمام مردم در هر گوشه و کنار تجلی یافته است. این بار ترکمن نیز چون برادر کرد و بلوچ خود خویشتن را جدا از برادر فارس و لر و ترک و عرب خود نمی‌داند. این بار ترکمن صحرا نیز که خاطرات تلخی از خیزش‌های قبلی دارد جسارت یافته که در حمایت از خیزش حق طلبانه مردم ایران به حرکت‌های اعتراض‌آمیز بپیوندد و در این مسیر چه جوانهایی که در گنبد و کاووس و گرگان و سایر شهرهای گلستان و ترکمن صحرا اسیر سلول‌های زندان‌ها شدند که البته صدای آنها نیز باید در هر سوی انعکاس یابد. این بار قلب ترکمن برای کل مردم ایران می‌تپد
چون باور دارد که این درد مشترک تمام هموطنان ماست و هیچ کس نمیتواند آتش تفرقه بین مردم مناطق مختلف با فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف ایجاد کند. دیگر چشم و گوش مردم ایران باز شده است. در آسمان از سوی پرنده آزادی است که پر میزند تا یک بار دیگر پرواز را تجربه کند و از سوی صفیر گلوله هایی که زبان بلندی صاحبانشانند. در طول تاریخ چه شمشیرها و نیزه ها و گلوله هایی که فریاد انسان ها را نشانه رفتند، اما گذشته نشان داده که عمر سلاح ها بالاخره به سر رسیده و به همراه صاحبانشان در گورستان تاریخ دفن شدند و این فریاد انسان هاست که همیشه زیسته و پیروزی همیشه از آن فریادهای حق طلبانه بوده است و در این میان ملتی که بیشترین فریاد را کرده و به چیزی جز پیروزی نیندیشیده، آزادی را برای همیشه به کام خود کشیده است، به امید آن روز برای کل مردم ایران.